چرا این غیر اختیاری بود، اما در امور ظاهری مکمل مراعات میکرد. حتی در مو شبایی که رحلت میکرد میخواست دلش که ابرای عایشه رضی الله عنها باشه، اجازه از کلی از واجب و طهارات گرفت. بعد از اجازه او پیغمبر علیه السلام ابرای عایشه رضی الله عنها تیر میکنه. خو این عدالت پیغمبر علیه السلام بود که مکلف هم نبود، اما این قدر انتظام میکرد. ما مسلمان ها کسی که خود پیرو پیغمبر میگیره دو زن داره چه حالت است؟ زن دومی که آمد اول مثل که طلاق برش داده باشی، مثل که یک خواهر برش است، احساس نمیکنه که زن است یا نه. همین قسم نعوذ بالله نقصانا در عدالت ظاهری میاد که تکه لکسه چیزی نوه زیاده برای زن جدید میاری کنه را در قصه شام نیستی. آخرش خود نان نفقه را بخی مگذاری در اولاد سابقیت در او حواله میکنی که برو نفقه مادری تا نبده. نفقه مادر سری اولادش نیست، نفقه مادر زنی تو سری توسته، تو باید مراعات بکنی. الله متعال اینجا طور میگه که شما اینطوره عدالت خدا محبت قلبی در امور غیر اختیاری مراعات کرده نمیتونه، خدا عدالت ظاهری طور نشوه که یکی را بیخی چی میکنی بگوی نه ایله نه کالا میکنی دیگر را محکم گرفتی، هیچ طور نکنی. فلا تمیل کل المیل مکمل منحرف نشوی که زن دیگر خراب گذاشتی و یک زن برای خود زن جور کرده. در حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعیداتی که در مورد این آدم آمده خیلی سخت وعید آمده. در روز قیامت یک بغله روان می باشه، کل مخلوقی که در اون میدان است میشناسه که دو زن است، تمایل به یک زن کرده و یک زن بالکل ترک کرده. چرا تو چطور میتونی که عدالت رعایت نکنی؟ در ایجاب و قبول آیتای تقوا خوانده شده بود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی، پیمان دادی، تعهد و قرارداد کردی که من حق تو را پوره میکنم، حالی اگر ادناترین حق تو برش پوره نمیکنی اینی ظلم است، تجاوز است. البته ظلم و تجاوز در صورت دو زن نمیشه، در یک زن هم میشه. نان و نفقه سری تو است، پیسه داری لیکن تو نمیدی، او بیچاره مریض است، حامله است، طفل داره شیر میده، یک روز تو میوه و چیز برش نمیدی، اینقدر بخیل و حریص هستی که مالی تا قطعا مصرف نمیکنی. این گپ غلط است. از حالت از او باید تو آگاه شوی که نمی نیاز به چی داره. این خود طفل شیر میخوره از بدن ازی، چقدر ضرورت به انرژی داره. این گپا را کلیش مراعات بکن، ظلم نکنی. همچنان در مسائل همبستری اینمی قسم دین بری تو یک حد مقرر کرده، اینطور نمیشه که هر وقت مطالبه تو باشه و خواستی تو باشه خلاص. حالات ازیر در نظر میگیری، مریض است، مشکل داره، این کلی گپا. و افسوس است ما در جامعه ما آنقدر دور از اسلام مردم زندگی کرده که فقط شوهر اینطور فکر میکنه که همی خواست ما شد، زن اگر در هر حالتی باشه باید آماده باشه برای ما، حق مرا بپردازه. حالا که طور نیست، اسلام حد مقرر کرده، همه چیز معین و مشخص است. از حد اضافه کسی تجاوز کرده نمیتونه. از الله متعال از تو دم ایجاب و قبول تعهد گرفته که تو ادای مسئولیت مطابق شریعت میکنی او هم میکنه. زن روان میباشه در خانه پدر، کرایه را نمی داشته باشه دیگه، پیسه اضافه را هیچ نمیدی، برات میگی برو، بردن خودتو نمیکنی، عیب برات معلوم بشه، کرایه را هم نمیدی، بیچاره از همسایه قرض میکنه، یا هم شوهر است یا هم حق پوره کرده. این طور زن برای ازی بشینه قطعش روزگار خوب بکنه؟ نه. اینجاست مشکل، از اینجا پیدا میشه. امروز که کدام جار و جنجال در کدام خانواده پیدا میشه؟ اگر از جانب مرد است اگر از جانب زن است، جهلشان به امور دینشان است که امور دین خدا نمیدانن، از او خاطر مشکل ایجاد شده. از امو خاطر هر کسی که ازدواج میکنه قبل از اینکه نکاح بسته کنه ایجاب و قبول، بیا سوره نساء را بخونه، بشینه سوره نساء را یک دفعه، هم زنش هم بچه هم دختر هر دویش بشنوه که بدانه اسلام چی حقوقی را بر ما و چی مسئولیت های را بالای ما گذاشته. شما ببینید اگر ما کلام الله را، دستورات الله را در نظر بگیریم، جنجال پیدا میشه؟ هیچگاه جنجال پیدا نمیشه. نه ضرورت به طلاق میشه. ضرورت به طلاق امر دور از دور. 3 طلاق واقع شدن خب بالکل شریعت برات گفت که قطعا ناروا 3 طلاق در یک مجلس دادن. از او خاطر پیغمبر 3 طلاق در یک مجلس 1 طلاق شمار میکرد. طلاق رجعی
بشینه دینی خدا یاد بگیره، نه جنجال است نه کشکال. سالا را تیر کردیم فقط عاشقی امی مادیات دنیا هستیم. بده و فقط یک مال و متاع دنیا را میشناسیم خلاص. عزت آبرو همه مال و متاع دنیاست، دیگه کسی هیچ ارزش نداره. نه زن ارزش داره، نه اولاد ارزش داره، نه اسلام و دین ارزش داره. خلاص مال و متاع دنیاست. امروز همینطور است. مادیات پرستی چی را میگن؟ مادیگری چی را میگن؟ که از دین خبر نداره، فقط یک مال شناخته. نماز خدا نمیخونه، دمال آغشته است. روزی خدا نمیگیره، دمال آغشته است. حقوق مراعات نمیکنه، نه از زن نه اولاد، دمال آغشته است. خلاص اونم طور است. الله رحم بکنه. نه ما ضرورت داریم که هدایت الله را بپذیریم، برش بشینیم یاد بگیریم. مردم خو میگه که طلب علم فرض است، بچه‌ها علم بیاموزه. من میگم نه، از بچه‌ها که زنا علم بیاموزه. اینقدر ضرورت علم که برای زناست مردان است. مادر میشه مدرسه است، اولاد شاگردایش است. چی رقم اولاد تربیه میکنه؟ چی رقم دختر، چی رقم بچه، با کدام سیستم، چی اخلاق برش یاد میده، چی انگیزه را برش میده، چی عقیده را برش تعلیم میده؟ مادر باشه. در تاریخ دنیا کدام شهامت و شاکاری که کدامش اشخاص کرده، وقتی که پرسان کنی علما را برجسته علمایی که خدمت کرده، دور نمیریم. امام بخاری را. امام بخاری یک شخصیتی در دیار عجم است، از بخاراست. بخارایی که امروز در زیر چی تسلط نظام کمونیستی قرار داره. از اموجه است. پدرم نداره، پدرم وفات کرده. امام بخاری در کدام منزلت و مقامی که میرسه با واسطه کی رسیده؟ مادر رسیده. خبر داری؟ بخاری کی شخصیت جور شده با واسطه مادر جور شده. شما تاریخ مطالعه کنید که هر شخصیت مطالعه کنید، اصل عامل شخصیت جور شدنش مادر است. فکر، اندیشه، انگیزه را مادر داده. شاه ولی الله محدث دیلوی رحمه الله در 6 سالگی قرآن حفظ کرده. به خاطر چی؟ مادر حافظ بود. علمی که بلش داده، بصیرتی که به شاه ولی الله عالم برجسته است. امروز سند حدیثی افغانستان و پاکستان و هندوستان کلش به شاه ولی الله میرسه. اولین شخصیتی که نقل سند حدیث از دیار عربستان به این منطقه کرده. این منطقه غیر از منطق و فلسفه دیگه چیز نمیخوند. حدیث هیچ نمیشناخت. اما مردکه در مدینه رفت، درس خواند حدیث، پس آمد اینجا حدیث کم رواج داد. وگرنه اینجا حکومتای در انگلستان و پاکستان حکومت انگلیس بود. انگلیس نمیخواست قرآن و حدیث شود. افغانستان تان دیده بودی قرآن و حدیث ترجمه شه، درسیشه بگوی؟ ندیده بود. منطق ملا امو بود که 10 سال در منطق تیر کرده باشه، خلاص اونو ملا بود. مسائل از قرآن و حدیث یاد نمی داشت. کتاب فقه از همون خاطر پیدا میکرد که از روی فقه مسئله بگوید. حدیث یاد نداشت. شاه ولی الله محدث دیلوی در 6 سالگی حافظ شد، به خاطر که مادرش حافظ بود. مادرش گفته که من شاه ولی الله را هیچگاه بی وضو با وصفی که مریضم بودم، خو یک وضو میکردم، با زیره چی میدادم؟ شیر میدادم. مگه پا در مادر تعلق داره. نظام خانواده در مادر تعلق داره. پدر بخدر نظام آورده نمیتونه، مستی که مادر میاره. راست تانه بگوید. پدر نفری خارج است، بیرون است، از حالات خانه خبر نداره. اولاد چی میکنه چی نمیکنه، بیگاه میاد پرسان میسته که چی گپ است. خلاص کلگی نشسته است نان میخوره. کلی گپا در مادر تعلق داره. نظام مادر میسازه، اولاد مادر میسازه، همه چیز مادر. از او خاطر ضرورت به چیست؟ به تعلیم مادر است. مادرها باید قرآن یاد داشته باشه، مفهوم قرآن، مطلب قرآن یاد داشته باشه، حدیث یاد داشته باشه، مسائل یاد داشته باشه. در جامعه افغانی ما بگوی آنقدر دور زندگی از قرآن و حدیث کردیم که پرسان نکن. ما از همون خاطر برای خواهرها موتر میگیریم، برای برادرها موتر نمیگیریم. به خاطر چی؟ خواهرها مظلوم است، محروم است. بچه خود تو گاهی ده یک جمعه را در وزیر اکبر خان میخوانی، دیگر را در مسجد حاجی عبدالرحمن، دیگر را در پل خشتی، دیگر را در کمپنی، دیگر را در باغ بالا، دیگر را در خیرخانه، هر طرف میری گلچین کده، آخر الله برات حق نشان میده. تقریرها و گفتارهای ملاها را جمع کده الله برات انصاف داده، میفهمی که کدام گپش واقعیت داره. اما خواهر ما را کسی از خانم نمیگذاره. از کی را بشنوه؟ چی را بشنوه؟ ما که زیاد خواری و زحمت میکنیم به می خاطر.
ما میگیم که کابل کمونیست شد. چرا کمونیست شد؟ یک مرد مسلمان چطور نظریه لنین بپذیره؟ نعوذ بالله. چطور امکان داره؟ علت ایست که خانواده مکمل بیدین بود. مادر بجز از فیشن کردن دیگه چیز یاد نداشت. نه نماز، نه روزه، نه دین، نه غیرت. هم چشمی و مسابقه دا چی بود که کی در بازار خوب فیشن کردن میبره. بچهش کمونیست شد. ما ببینیم که یک مادر ترجمه قرآن کرده که باز بچهش کمونیست شود در آینده، که میشه و نمیشه. لیکن دشمنای دین شما باور به الله بکنی پلت چراغ آدمی پشت ما گرفته، خلاص نمیگذاره ما را. در هر جا شکایت اینه میسته. وی چرا به زنا درس میگه؟ ای چرا اینه؟ کلی جای در زنا درس میگه. بله کلی جای ما در زنا درس میگه. همین خدمت ان شاء الله میکنیم به می خواهرای خود که همین دین خود خو عقیده خود خو بشناسن. همین قدر بفهمه که اسلام کدام دین است و ما گرویده کدام نظام باشیم. کدام نظام برای ما حق قائل است، عزت قائل است، شرافت قائل است. کدام ببینیم. او علما نکنه یک روز به پیش الله متعال رفته نیست. خود خو هیچ خدمت نکردی، خود دیگران را تخریب نکنی. من غمش ندارم، هر قدر تبلیغات میکنه بکنه، حفاظت کننده الله متعال است. من اعتماد به الله دارم، متوکل هستم. قرآن هم امر کرده فلیتوکل المتوکلون. من توکل میکنم، واقعا هیچ حراسی ندارم. اگر شعار میده، اگر لعنت میگه، اگر دشنام میده، اگر دسیسه جور میکنه، حفاظت ما را کی میکنه؟ الله متعال. من عقیده دارم که الله حفاظت ما را میکنه. لیکن خدا نعوذ بالله حجت الله را سر خود قائم نکنه که در روز قیامت الله براتان بگه که چی کردی، کدام دین خدمت کردی. تخریب نکنی که الا وهابیست نروی، وهابیت دین تو است. بیا او ملا صاحب تو وهابی را میشناسی، خم وهابیت سر ما ثابت کو. وهابی کی است؟ اگر مرد استی واقعا خدمت دین میکنی، بیا در میدان بگو این مسئله وهابیست، این نمی مسئله بیدینیست، این گپا را دور کن. ما خود ترجمه میکنیم دلاس پیکر میگیم همون مسئله را برای ما بگو که این نارواست، این مسئله وهابیت است که ما بگیم که بله ما از این مسئله. اوی طور نیست که ما یک مسئله را خطا شویم، نه همون خطای خدا محکم بگیریم. الحمدلله که وقتی حق ثابت شود ولو که 100 سال سرش عمل کرده باشم آماده استم که ما بپذیرم حق. اعلان میکنم که این خطا شده باشم، من خطا بودم، پیغمبر خود نیستم. یک انسانی علم ما خیلی در درجه ناقص قرار داره، خلاص حق میپذیریم. اینطور خود نیستیم که نعوذ بالله اصرار و دوام بالای باطل بکنیم که نه ما از خود دفاع میکنیم، نه ما از حق دفاع میکنیم. موضوع ما که حق باشه خامخا دفاع میکنیم. مردم هم دعوت به می حق بدیم. بی آسان گپ است. گپی ما در کجا بود؟ حقوق زنا. الله متعال اگر کسی در ترجمه قرآن نشسته باشه او هیچ وقت ظلم در حقی نه یک زن، نه دو زن، نه سه، نه چار. در عربستان هیچ عیب نیست. یک شخص 4 زن داره، یک زنش هم انتقاد نمیکنه. چرا؟ قرآن شنیده، فهمیده که الله این حق برش داده. او طرف کاری شوهر است که مسلمانی واقعی است، متدین است، از الله ترس داره یا نداره؟ اگر متدین از الله ترس داشت ادناترین ظلم یا کجروی را نمیکنه که در بین 2 زن فرق بیاره، قطعا نمیکنه. چرا؟ از الله میترسه. اینجا خود 2 زنه به خاطر 2 زن قطعا عاقبت تو انجام خوب نداره که دین نداره مردم، تقوا نداره مردم. امی زن دومم به هواپرستی گرفته، امی زن دومم به خاطر یک مقصد دیگه گرفته، از او خاطر ظلم کرده رئیس. کسی قرآن بخواند، تسلیم به تقوای الله باشه و هیچ وقت ظلم نمیکنه. باز هیچ وقت زن هم اعتراض نداره. 4 زن بگی، زن میگه حقی مرا بپرداز خلاص، ختم زندگی بکن مثل که یک زن و شوهر میکنه. اینو میقسم و هم چیزی دیگر از زاید طلب نداره. خب لیکن اینجا چیست؟ جهالت بالای دین است. در دین جهالت وجود داره، هر نوع ظلم است. و اینجا خود سر یک زنم است. مردم یک زنم خوب نگاه نمیکنند، دور خود چی میکنی، سیر چی میکنی. از او خاطر میگه ولن تستطیعوا، هرگز شما توانایی نداره عادتا محبت قلبی را ان تعدلوا که عدالت مراعات بکنی بین النساء، در بین زنا. محبت قلبی ولو حرستم، اگرچه شما حرص هم داشته باشه که محبت قلبی ما قطع کلگی یک رقم باشه، این را نمیتونه. که نمیتونه چی کنیم؟
فلا تمیل کل المیل، شما میلان نکنی انحراف یک طرف نکنی، کل المیل به تمام انحراف یک طرفه نشوی، در دل خود نمیتونستی خود ظاهر یک طرفه نشوی. فتذروها که شما بگذاری امی زنی مظلومه کالمعلقه به مثل یک زنی که از بالا ویزان شده باشه، از چت خانه یک کسی را ویزان کنه پس بالا کشه و نه بگذارشه که در زمین بره. زنی که در عقد نکاحت قرار داره حقوقش نمی پردازی به مثل یک نفری که در هوا باشه. این از زنی چی میگه؟ بگوی زنی زنده بیوه اینمی را میگه که شوهر زنده است لیکن بیچاره چی است؟ بیوه است. اما نه از اولادی این شوهر خبر میشه، نه از نان و نفقه زن، نه از اولادش. همینطوری زیاد داره. در افغانستان قدر است که پرسان نکنه. شما خو خبر نداریم، ما خبر داریم. پیش ما مراجعه کرده خب یک نه دو نه به صدها زن مراجعه کرده. ظلمی که در اینجا روان است وقتی که حالات بیان میکنه بیخی تعجب میکنی که مسلمان است یا نه. اینطوری مردم ها واقعا طمع زیره نداشته باشه که ما در جنت بریم. چرا؟ به خاطری که دین الله را نادیده گرفته، دستورات الله را هیچ دقیقش نیست. و این تصلحوا و تتقوا، اگر شما صلح بکنی جرامت بکنی و تتقوا خدا نگاه بکنی از اینکه نعوذ بالله واقع نشوی در نافرمانی و هدایات الله. فإن الله یقینا الله متعال کان از غفورا مهربان ذات قبول میکنه بعضی خطاها و نقصاناتی که غیر قصدی باشه. بله بس اوقات زین چی فکر آدم نمی باشه، قطعه کی به یک چیز آوردی در دیگه ناوردی دی الله نمیگیره که غیر اختیاری غیر قصدی تو یک چیزی را کرده باشی. خود تو قصدی کار نکو، مخالفت هدایت الله را نکو. رحیم و رحم کننده است. اگر تو نیت و اراده اصلاح و توافق داشته باشی الله هم توفیق باز برات نصیب میکنه. و یتفرقا یغنی الله کلا من سعته، اگر صلح نمیشه حقوق واقعا پرداخته نمیشه، واقعا مورد ظلم قرار میگیره، اینجا دیگه جدا شوند. میفهمه که امیا زندگی را تا آخره به وجه درستش ادامه نمیده، مسئولیت خود نه زن ادا میکنه در مقابل شوهر و نه شوهر ادا میکنه. الله میگه باز جدا شوه. اگر جدا شوه شاید خرابی بیا، نه. و یتفرقا، اگر جدا شوند پس نگویی که بدون از این کار نمیشه. زن بگویه که به من هیچ کار نمیتونه، شوهر بگویه که این ما طلاق دادم دیگه شوهر پیدا نمیتونه. نه، یغنی الله کلا من سعته، بی حاجت میساز الله تمامی از یار من سعته، از فراخی قدرت خود. الله به هر کدام به زن شوهر پیدا میکنه، به شوهر زن پیدا میکنه. اینطور نگویی که نه شوهر بگه که برو دیگه شوهر پیدا نمیکنه، زن بگه که باز زن پیدا نمیکنه. نه، الله متعال به هر کدام از فراخی نعمت خود برای از شوهر برای از زن پیدا میکنه. و کان الله واسعا حکیما، الله واسع است، فراخ است رحمت الله، حکیما حکمت والاست، مطابق حکمت فیصله میکنه. الله به هر کس که کدام راه زندگی را انتخاب میکنه به حکمت انتخاب میکنه. اگر به یک زن شوهر پیدا نشد حکمت الله است، اگر به شوهر زن پیدا نشد حکمت الله است. ولله ما فی السماوات، خاص در اختیار الله متعال است آن چیزی که در آسمان هاست و ما فی الارض در زمین است. پس کل اختیارات که از الله است، چرا احکام الله را ما قبول نکنیم؟ کل اختیارات و تصرفات از الله است. الله است که هر نوع تصرف میکنه. احکام الله یک نوع تصرف است و ما میدونیم که الله حکیم ذات است، به حکمت یک کار برای ما امر نمیکنه. از او خاطر به دل و جان باید حکم الله را عملی کنیم. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب، یقینا حکم محکم کرده بودیم کسانی را که داده شده بود کتاب من قبلکم پیش از شما و ایاکم شما را هم. چی را حکم محکم کرده بودیم؟ یک چیزا که سبب کامیابی سعادت کلگی است. اگر زن است، اگر شوهر است، اگر پاچاست، اگر رعیت است، اگر فقیر است، اگر غنی، اگر خرد است کلان، زن است مرد است، هر کس است در تاریخ گذشته زندگی میکنه، اگر عالی اگر آینده میآید. یک فرمان مشترک الله متعال برای کلگی است. کدام فرمان است؟ ان اتقوا الله. کلی گپا که جور میشه به یک چیز جور میشه که عقیده باشه. ان اتقوا الله، از الله بترسی. ترسی الله کلی گپا را جور میکنه. نه ظلم میشه، نه زیادت، نه حق تلفی.
نه بیبندوباری، نه جار، نه جنجال، نه زدن، نه کندن، نه غیبت، نه دروغ، نه شتم، نه قتل، هیچ چیز نمیشه. شرط است که تقوای الله بیاید. انبیاء علیهم السلام به می خاطر آمده در دنیا که امن میاد توسط تقوای الله میاد. کلگی در نظام الله داخل شدن، ترس الله سرشان طاری شدن. بس اگر ترس الله موجود بود، حق دیگه کسی تجاوز نمیکنی. کدام چیزی که مسئولیت داری ادا میکنی، زندگی و روش نیک اختیار میکنی، دستور الله را در نظر میگیری. یقینا انسانی که دارای حاجتهای مختلف است، متنوع است، آنقدر ضرورت ها داریم که هیچ پرسان نکن، آنقدر مقابل داریم، دشمن داریم که هیچ پرسان نکن. امی کلی گپا در یک نقطه خلاصه شد. ببینی اتق الله، این گپی است که امم تاریخ های گذشته هم الله امر کرده، تاکیدی امر، و به این امت هم امی امر کرده، وجه مشترک داره. اتق الله، عقیده نمی چیزا برای ما میبخشه که ما وقتی الله را شناختیم و خود تسلیم به الله کردیم، گایم قدمی تا غلط نمیگذاری، سخنی تا غلط نمیگی، دستی تا غلط بالا نمیکنی، گوشی تا غلط نمیشنوی، با چشم غلط نمیبینی، با زبان غلط نمیگی، هیچ چیز غلط نمیکنی. چرا؟ تقوای الله است. تقوای الله را چی براتون گفته بودم؟ امو قوت، امو ملکی که در وجودت پیدا شود که تو حال احساس میکنی که من مکمل در اختیار الله قرار دارم، هر لحظه مرا عذاب داده میتونه، مرا جریمه کرده میتونه، مرا کنترل کرده میتونه. خلاص من بنده الله هستم. بندگی الله اینمی مفهوم داره که خود به الله تسلیم میکنی، در یک موقع خلاف دستور الله قدم نمیگذاری. الله متعال نصیب ما شود. انبیاء علیهم السلام به می خاطر آمده بود. پیغمبر چه رقم تعلیم کرد، چه قسم تربیه کرد صحابه کرام؟ ها؟ از اول پیغمبر تربیه نکرد که الله یهودی ملی بسازه، پلیس ملی بسازه، اداره بسازه، محکمه بسازه. نه 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 نه. پیغمبر 6 کتاب الله را تشریح کرد، درس کرد، حدیث امی کتاب الله را تطبیق عملی در ذهن صحابه. عقیده آنقدر مجسم شد که وقتی خود گناه میکرد میآمد پیش پیغمبر، زنا را کرده، غیر از الله دیگه کس خبر نداره، اما خود میدوه که یا رسول الله الا حد سر ما جوری کو که آل این گناه من در آخرت باقی نمانه که او برداشتی او عذاب ندارم. این را میگه ذهن سازی، این را میگه تربیه. امروز مردم رشوت میخوره. چرا رشوت میخوره؟ یک روز در ترجمه قرآن ننشسته. او میگه که او حکومت تو 30,000 میدی، من خود 30,000 نه 5,000 کرای خانه میدم، این دیگه نان و نفقه اولادم چطور شد؟ دیگه که من ازیجا نگیرم چطور کنم؟ رشوت میخوره. ابلیس لعینم باز خواب دلیل برش جور میکنه، میگه ای حکومت بیا از ظالم است، از ظالم بگی. خلاص فتوا رم ابلیس بلش جور کرده، دلیل مقنع. خلاص رشوت خورده رایست، رشوت خورده رایست. عامل مقرر کرده پیغمبر علیه السلام برای جمع کردن زکات، پس که آمد گفتی برای زکات داده، این را برای ما داده. پیغمبر گفت هلا تجلس فی بیت امک، چرا در خانه مادرت نمیشینی که باز بری توی گوسفند میای یا نمیای؟ خانه مادرت میشی که گوسفند بر داده میشه که میگی این برای زکات، این برای ماست. تو عامل بودی، به خاطر عامل بودنت ایران برات داده. حالی ما میگیم نه رشوت نیست، چیز شیرینی است. تقوای الله همه امور جور میکنه. از همون خاطر است اگر کل افراد انسانیت در نظام الله داخل شود و همگی الله را به اصل حقیقتش بشناسه، صفات الله را، باز دیگه جرم هیچ نمیشه، کلگی ما امی مجمعه تقوای الله در قلب ما میاد. گاهی هم از پیش ما دروغ گفته نمیشه، ظلم نمیکنیم، حقی کسی را تلف نمیکنیم، فقط دستور الله را گوش میگیریم. چی کنیم دیگه؟ کجا شد جنجال؟ از کجا شد؟ از او خاطر قرآن کریم میگه ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب، یقینا حکم محکم کرده بودیم به او کسانی که داده شده بود کتاب من قبلکم، پیش از شما. هر قدر تاریخ که تیر شده، مردمات تیر شده، برای ازیام حکم محکم کرده بودیم. و ایاکم شما را حکم محکم میکنم ان اتقوا الله، از الله بترسی، تقوای الله را در قلبتان پیدا کنی که همیشه مراقبت شما را میکنه، شما را کنترل میکنه. خلاص امی تقوا را پیدا کنی. و این تکفروا، اگر شما انکار میکنی، نعوذ بالله، دستور و نظام الله را نمیپذیری، تقوای الله را در وجودتان پیدا نمیکنی، پس بدانی که شما از الله خلاص نمیشی. فإن لله،
یقینا خواست اختیار الله ملکیت الله است. ما آن چیزی که فی السماوات در آسمان است و ما فی الارض آن چیزی که در زمین است. پس هیچ نوع به گناه های تان ضرر به الله رسانده نمیتونید، تاوان خود میکنید.